سلام به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این بخش از ویدیوهای بررسی میم کوین ها. میم کوین ها از جذابیت های بازار ارزهای دیجیتال هستن که میخوایم کم کم وارد میم کوین ها بشیم، با هم میم کوین ها رو بشناسیم و ببینیم که اصلا چه پتانسیل هایی دارن، اصلا چه بازاری دارن. میم کوین ها جزئی از بازار ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی هستند که به اندازه کوین ها رشد نیافتن. میم کوین ها در ابتدا به صورت در واقع یک شوخی های اینترنتی ترند شدن و رفته رفته جای خودشون رو توی این بازار گرفتن. میم کوین ها اصولاً پروژه های آنچنانی و بزرگ به اندازه کوین ها و توکن ها ندارن، اما برای بررسی های دیدگاه های افراد مختلف و بررسی های اتفاقات یا طنزهای یا اتفاقات سیاسی دنیای روز از میم کوین ها بسیار استفاده میشه. هر کدوم از این میم کوین ها یک سری نمادهایی هستن که داره یک دیدگاه و یک ایده و یک ایدئولوژی رو داره نشون میده. قراره که تو این ویدیو کم کم وارد بررسی بازار میم کوین ها بشیم و ببینیم که اصلا میم کوین ها چی هستن، چه جوری کار میکنن و چرا این بازار جذابیه. میم کوین ها نسبت به کوین ها و توکن ها از مارکت کپ پایینتری برخوردار هستند و وقتی که مارکت کپ پایینتری داشته باشن، در واقع با کمترین ورود و خروج پول ها میتونه افزایش و کاهش شدیدی قیمتی رو به خودش ببینه. به خاطر همینه که سرمایه گذاری در بازار میم کوین ها ریسک بسیار زیادی داره و ممکنه یک شبه پول شما رو نابود کنه یا پول شما رو چند میلیون برابر بکنه. بازار میم کوین ها از سالهای گذشته در واقع ترند شدن و یک سری میم کوین های بسیار معروفی الان در بازار وجود دارن که شما احتمالا اینها رو بشناسید و یک سری میم کوین هایی که همین الان در همین لحظه که داره ویدیو ضبط میشه دارن ایجاد میشن، تولید میشن و وارد بازار میشن. پس در لحظه و دائما در حال آپدیت شدن هستن. از میم کوین ها اگر بخوام بهشون اشاره بکنم و بررسی بکنیم ببینیم که چه جذابیتی اینها میتونن داشته باشن، گفتیم که نوسانات بالایی در بازار میم کوین ها ما داریم. به عنوان مثال دوج کوین جزئی از میم کوین هاست، شیبا اینو از میم کوین ها محسوب میشه، فلوکی از میم کوین ها محسوب میشه و همچنین پپه و ویف و بانک و غیره که از جمله میم کوین های معروف بازار حال حاضر هستند. در مقابل ارزها و توکن هایی مثلا اتریوم و بیت کوین و سولانا و آدا و XRP و غیره که در واقع جزء کوین ها محسوب میشن، خب مارکت کپ بالاتری دارن، ممکنه جابجایی های قیمتیشون به اندازه میم کوین ها خیلی تو چشم نباشه. خب بریم چارت یکی از میم کوین ها به عنوان مثال فلوکی رو با هم ببینیم. خب در این چارت فلوکی همونجوری که میبینید در یک بازه زمانی تقریبا 1 ماهه، 1.5 ماهه و در یک فرصت کوتاهی میبینید که قیمت فلوکی حدود 1068% یک رشد انفجاری خیلی خوبی داشته، نزدیک 10 برابر شده قیمت فلوکی اینا و کسایی که در فلوکی که میم کوین ها سرمایه گذاری کرده بودن حدود 10 برابر شده بود سرمایه‌شون، در حالی که در همین بازه تقریبا مشابه یا حتی بیشتر از این اگر دقت داشته باشید در ارزی مثل اتریوم میبینید که حدود 88% فقط ما رشد قیمتی داشتیم که این یکی از جذابیت‌های بازار میم کوین ها محسوب میشه. اما میم کوین ها تعدادشون خیلی بیشتره و دائما در حال رشد هستن، دائما در حال ساخته شدن میم کوین های جدید هستن و کم کم میخوایم که تمام اینها رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا میم کوین ها رو چجوری باید شناسایی بکنیم، چجوری پیدا بکنیم و چجوری بررسیشون بکنیم و از کجا میم کوین های خوب رو شناسایی بکنیم و ببینیم که در این بازار چجوری میشه اصلا فعالیت کرد. در مرحله اول من فقط میخوام یک مثال هایی از میم کوین ها رو بزنم، با هم یه بررسی هایی داشته باشیم و بعداً کم کم توضیحات تکمیلی رو بعد آموزش های تکمیلی رو
کم کم با هم میریم جلو. اما برای میم کوین ها در شبکه‌های مختلف ایجاد میشن. همونجوری که میدونید ما شبکه‌های مختلفی در کریپتوکارنسی داریم. شبکه بیت کوین داریم، شبکه اتریوم، شبکه بایننس، شبکه بیس، شبکه سولانا، شبکه بلاست و در هر کدوم از این شبکه‌ها میم کوین ها در واقع در اون شبکه‌ها میان وارد میشن، میان بر روی اون شبکه‌ها ساخته میشن و وارد دنیای کریپتوکارنسی میشن. این که در چه شبکه‌ای ساخته میشن مهمه و میزان TVL و میزان سرمایه‌ای که در اون شبکه لاک شده و قفل شده و وجود داره در بازار کریپتوکارنسی بسیار مهمه و تاثیرگذاره بر میم کوین ها. عوامل مختلفی بر قیمت میم کوین ها اثرگذاره که یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی میم کوین ها خود شبکه‌ایه که میم کوین ها بر روی اون سوار هستن. خب در صفحه اولی که الان دارید مشاهده میکنید از وبسایت دکس اسکرینر که وبسایت رو بنده مینویسم براتون که راحت‌تر دسترسی داشته باشید به آدرسش، وقتی که وارد وبسایت بشید تمام میم کوین ها رو در شبکه‌های مختلف اینجا براتون لیست میکنه که بعداً ما با این وبسایت بیشتر آشنا خواهیم شد، با فیلترهای مختلف این وبسایت بیشتر آشنا خواهیم شد تا بریم تا میم کوین های خوب رو شناسایی بکنیم، میم کوین هایی که به دردمون میخوره و میتونیم ازشون استفاده بکنیم رو شناسایی بکنیم و اونها رو خریداری بکنیم و بعداً نتایج کار چند تا در واقع ترید ها رو هم خواهیم دید. خب در مرحله اول من فقط میخوام به اینها اشاره بکنم تا بعداً حالا توضیحات بعدی رو یه ذره تکمیلی تر رو در ویدیوهای بعدی با شما دوستان باشیم. خب مشاهده میکنید مثلا DOG، CAT، I، GIP، APE، CAT، PAMBI و غیره حالا میم کوین های مختلفی هستن که لیستی از اونها در اینجا وجود داره. قیمتشون رو در اینجا مشاهده میکنید، میزان تراکنش ها و والیوم ها و مارکر هایی که داره رو نشون میده. اما در این قسمت در 5 دقیقه و 1 ساعته و 6 ساعته و 24 ساعته مشاهده میکنید میزان جابجایی ها، تغییرات قیمتی رو. مثلا ارز استیک یا میم کوین استیک در 1 ساعت اخیر الان 48% ریزش داشته، یا مثلا کابوسو حدود در 24 ساعت اخیر 80% ریزش قیمتی داشته، یا پامبی در 24 ساعت گذشته 52% ریزش قیمتی داشته. اما مثلا میم کوین کت رو داریم که در 24 ساعت گذشته 674% رشد کرده. از جذابیت‌های بازار میم کوین ها به رشدهای انفجاری اونها میشه اشاره کرد که خیلی از علاقه‌مندان به سرمایه گذاری و علاقه‌مندان به ریسک رو به سمت خودش جذب میکنه. یا مثلا ارز آی رو اگر نگاه بکنید در سولانا در 24 ساعت گذشته 20,000 رو آپدیت شد، 20,700% رشد کرده، یعنی حدود 207 برابر شده. یعنی اگر یک نفر $1 سرمایه گذاری میکرد حدود $207 الان سرمایه داشت. یا مثلا ارز کت حدود 7,900 حدود 8,000% در 24 ساعت گذشته رشد کرده. اگر بخوام حالا از بالا بیایم، خب این ارز ترامپ، حالا یک سری از ارزها هستن که اینها رو بعدا با هم بررسی خواهیم کرد که از روی در واقع یک سری دیتا هایی که از اینجا میتونیم ببینیم میتونیم تشخیص بدیم که چه ارزی درست است و چه ارزی درست نیست و این دیتاهای خیلی دقیقی هم ممکنه نباشن، این دیتاهای ساختگی باشن. خب ارز ترامپ و ای آی رو من رد میشم، این دیتاهاشون خیلی در واقع درست به نظر نمیرسه و حتی کابوسو وایف و آی که اینجا وجود داره هم میتونه در واقع دیتاهایی باشن که باید بررسی بشن. ولی خب فعلا ما میخوایم با هم ببینیم که این ارزها چجوری هستن و در چی در چند تاشون دارن. خب ببینید کابوسو وایف یک میم کوینیه که در 24 ساعت گذشته 458K یا 458,000% رشد کرده و کسایی که در واقع اگر روی این سرمایه گذاری میکردن و با $1 مثلا وارد میشدن 4,500 در واقع دلار میتونستن سرمایه
به دست بیارن. اینه که جذاب میکنه بازار میم کوین ها رو. میم کوین ها بازاری هستن که شما باید با سرمایه های کمتری وارد بشید و سرمایه کمتر، ریسک بیشتر و احتمال از دست دادنش هم بیشتره و احتمال رشد انفجاریش هم بیشتره. یا مثلا ارز آی رو که با هم بررسی کردیم، آره داره هی آپدیت میشه. الان یک ارزی اومد و رفت، در واقع این ارز بود کابوهار، حالا نمیدونم دقیقاً اصطلاحش چجوریه تلفظش، حدود 50,000% در 24 ساعت اخیر رشد کرده. جالب اینجاست در 5 دقیقه اخیر حدود 20,000% رشد کرده. یعنی یک در واقع سرمایه $1 میتونست حدود 194 دلار بشه. پس بازار میم کوین ها بازار بسیار جذابی هستن. رفته اینها رو قراره با هم بررسی بیشتری داشته باشیم، ببینیم که در شبکه‌های مختلف چجوری اصلا بریم به شبکه‌های مختلف رو بررسی بکنیم، چجوری میم کوین های خوب رو شناسایی بکنیم و الزاماً این رشد ها دلیل بر خوب بودن میم کوین ها نیستن، الزاماً والیوم های بالا، الزاماً لیکویدیتی های بالا دلیل بر خوب بودن میم کوین ها نیستن. اما تک تک اینها رو با هم بررسی میکنیم، فیلترهای مختلف رو با هم بررسی میکنیم تا برسیم به اون نتیجه خوب خودمون و اینکه ببینیم که اصلا میم کوین ها رو چجوری تحلیل بکنیم و چجوری میم کوین های خوب رو شناسایی بکنیم و واردش بشیم و از این دنیای جذاب استفاده بکنیم. از اینکه این ویدیو من رو مشاهده کردید خیلی متشکرم. در ویدیوهای بعدی با توضیحات دقیق تر و بیشتری در خدمت شما خواهم بود. حتما ویدیوها رو کامل و با دقت نگاه بکنید، چون یک سری نکاتی وجود داره که شما باید اینها رو بیشتر در واقع در نظر بگیرید. به عنوان مثال همین میم کوین اولیه، ما با یک نگاه اول گفتیم که میم کوین درستی نیست و شما نباید تو اینجا سرمایه گذاری بکنید. اگر شما این رو متوجه نشید، خب مثلا میبینید که 1,000,000,000% رشد کرده و میگید که این بی‌نظیره و من حتی اگر $1 هم ریسک بکنم، بالاخره یک ریسکیه، ممکنه که $1 من تا چند صد هزار تا هم بره و دوست دارید که در واقع ناخودآگاه بر روی این سرمایه‌گذاری بکنید، ولی این پروژه کاملا کلاهبرداریه. در میم کوین ها کلاهبرداری ها بسیار زیاده، به خاطر همین لازمه که خیلی دقیق تر این بازار رو بررسی بکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.